سلام. من آیش هستم از سنندج از کردستان ایران تماس میگیرم. همین الان هر کاری کردم خودمو کشتم، نتونستم با آقای انصاری حرف بزنم، تماس بگیرم. همش میگفت شماره مورد نظر خاموشه، نمیدونم چرا، ولی ازتون متشکرم که این شبهه رو برطرف کردید که آقای انصاری به قوم کرد توهین کرده بود. من هم باورم شد. خیلی از دست آقای انصاری ناراحت بودم و خدا رو شکر میکنم که میخواستم زنگ بزنم انتقاد کنم، انتقاد تندی بکنم، البته با احترام، ولی خدا رو شکر که این کار نکردم. الان خیلی خوشحالم که این شک و شبهه رو از بین بردن. ازشون متشکرم. ایران رژیمش میخواست که هر کسی که محبوب بین مردم از چشم مردم بندازه، ولی دیگه خیلی این شبه از بین رفت. ما به شبکه کلمه زنگ زده بودن، بچه هم اونجا شکایت کردن، گفتن که مردم آقای توهین کرده، ولی الان دیگه خودتون گفتید نه، اینطوری نبوده. ازتون متشکرم. از مردم هم میخوام که دیگه دست از این حرفا بردارید دیگه. بعد از شنیدن این حرفای آقای انصاری از مردم هم میخوام که حرفای این رژیم رو باور نکنم. ازتون متشکرم. خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. امیرحسین هستم از بلژیک. ضمن عرض سلام و ارادت خدمت استادان و برادران عزیز جناب آقای انصاری و آقای سلیمانی و سایر همکاران، میخواستم مطالبی را خدمت هموطنان عزیزم در ایران عرض کنم. در دنیا هر چیزی را با یک ترازو اندازه‌گیری و وزن میکنند و در اسلام ترازو قرآن است. معیار قرآن و سنت رسول گرامی است. شما که شرک ورزی میکنید، حضرت مهدی و اهل بیت را مدبر لیل و نهار میدانید و رئیس جمهور شما، البته رئیس جمهور سابقتان، احمدی نژاد میگوید امام زمان جهان را مدیریت میکند، این شرک است. شما میگویید حضرت علی رضی الله عنه امام منصوص است و از طرف خداوند. میگوییم دلیل، میگویید خدیر و خم من کنتم مولا و هذا علی مولا. در صورتی که نمیدانید یا خود را به ندانستن زده اید. زبان عرب زبانی است بسیار فصیح و بلیغ که هیچ زبانی در دنیا به آن نمیرسد. اگر پیامبر که رحمت للعالمین هست در قدیر و خم میخواست جانشین اعلام کند، باید میگفت من کنتم مولا و هذا علی مولا وصی و خلیفتی من بعدی. بعد میگویید در زمان رحلت کاغذ قلم میخواست که جانشین تعیین کند، ولی عمر نگذاشت. مگر در زمان رحلت و مریضی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علی و فاطمه در آنجا حضور نداشتند؟ خب آنها کاغذ قلم می آوردند. ما موحدین که قبلا مشرک بودیم متوسل به قرآن و سنت رسول اکرم هستیم. پیامبر فرمود هر که در دین من بدعت بگذارد گمراه است و هر گمراه در آتش جهنم. از آن را که خداوند به پیامبرش وحی نمود دست بردید، شهادت سلاسل را در آن گذاشتید و از مخلوق خدا کمک می‌خواهید و از او یاری می‌طلبید. کمی فکر کنید، کمی تعقل کنید، به خود آیید، خود را به جهنم نیندازید، خسارت دنیا و الاخره نشوید. کمی تعقل کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.